قدیم‌ترا توی بخشایی از آمازون از یک روش عجیبی برای شکار میمون استفاده می‌شده. اونها یه نارگیل رو سوراخ می‌کردن یا داخل خاک حفره‌ای ایجاد می‌کردن. این حفره به گونه‌ای درست شده بوده که میمون دستش رو راحت می‌کنه تو، اما وقتی مشت می‌کنه دیگه نمیتونه بیرونش بیاره. داخل اون دونه یا غذایی که میمون دوست داشته می‌ذاشتن. میمون وقتی بوی این غذا یا اون دونه رو حس می‌کرده به سمتش مجذوب می‌شده و دستش رو داخل می‌کرده و اون دونه یا غذا رو برمی‌داشته. وقتی دستش رو مشت می‌کرده به هیچ عنوان حاضر نیست غذایی که به دست آورده رو رها کنه و همونجا گیر میفته. خیلی هم ما انسان هم همینی، یا درگیر یک انسان اشتباه، یا درگیر یک خاطره تلخ، یا درگیر یک کار یا هر چیز دیگری. حاضر نیستیم که اون اشتباه، تلخی، اون تجربه ناخوشایند رو به هر صورتی که هست رها کنیم. حاضر نیستیم دستمون رو باز کنیم تا نجات پیدا کنیم. راستش به نظرم همه انسان ها عذابت میدن، اما به هر حال باید یک نفر رو پیدا کنی که ارزش اون عذاب کشیدن رو داشته باشه.